منصوبین ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله 3 تن را در پیوند به فروش مواد مخدر از مربوطات ناحیه 11 امنیتی پلیس شهر کابل بازداشت نمودند. از نزد افراد بازداشت شده 100 قرص تابلیت کاپ و 698 قوطی تابلیت زیکاپ به دست آمده است. 100 قوطی زیکاپ از میران خریداری کردیم و به اسامی میفروختیم. 48,000 از میران خریده بودم و 62,000 زیکاپ پس میفروختم. تابلیت کلا 25,000 خریده بودم و 38,000 به اسامی میفروختم. تعداد 400 قوطی سر میلاد مفروختم و از طرف دولت امارات چند داشتیم به مبلغ 48,000. چند خرید؟ 48,000 خریده بودم. 47,000 خریده بودم، 48,000 مفروختم. از کی خرید؟ از کی خرید؟ از دکان و صادق مهندسی. به تعداد 400 قوطی قبلا چند روز پیش من از متین نام خریده بودم و از طرف امارات اسلامی دستگیر بودم. به چند خرید؟ و 47,000.